لبیک لبیک. حضرت یک سوال ما. مرحمت. سلام علیکم و رحمت الله. همین شخص روزدار غیبت کند روزش میشکند؟ سلامت باشید. اگر شکند قضا یا کفارت دارد؟ سلامت باشید. خیلی خیر برکت. سوال فهمو. سلامت باشید. موفق باشید. خب روزداری که غیبت میکند یا دروغ میگوید روزش میشکند. پس اگر میشکند یعنی روزه کفارت دارد یا قضا یا کفارت دارد؟ نه. لیکن وقتی که غیبت میکند یا که دروغ میگوید ثواب و اجر و پاداش این روزهش یکی برهم میخورد. غیر از تشنگی و گرسنگی و خستگی برایش دیگر هیچ چیزی نیست. در حدیث صحیح پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگویند که وقتی که روزه میگیرد روزه‌دار از دروغ و بهتان و آزار و ضرر و یعنی غیبت اینا حذر نمیکند، براش غیر از تشنگی و گرسنگی براش دیگر هیچ چیزی نیست. فرض روز قیامت بعضی انسانایی هستن که در روز اون حساب و کتاب میگه این کردم اون کردم دیگر کردم کجا است اجرش؟ بعد معلومش نشانش میدن که درست که نماز خوندی روزه گرفتی، لیکن از دروغ و از بهتان و از تهمت و از غیبت و از این همه خصلت‌های زشت شیطانی حذر نکردی، پرهیز نکردی، همه عملت رو تباه کردی، برهم دادی. برای مسلمان باید احتیاط کنند. حالا اون دانشمندی است میگه که چرا من تو رو غیبت کنم؟ اگر غیبت میکنم پدر مادر خود رو غیبت میکنم که سازوارترین انسان ها برای اجر و پاداش من پدر مادرم هستم. لیکن نمیکنم، من ضرورت دارم به اون اجر و پاداش و ثواب و خیر و برکتی انجام داد، یعنی به اون عملهای نیکی عبادت ها و نیکی های انجام که همه این نیکی عبادت است و همه این عبادت های انجام دادم به ثوابشون من نیاز دارم. چرا غیبت کنم که این همه رو از دست بدهم؟ چرا خود رو محروم کنم از رحمت الهی؟ یعنی دروغ گفتن، غیبت کردن، محروم کردن خود انسان از مسلمان از رحمت الهی، از اجر و پاداش، از خیر و برکت که دنیا و آخرت و از مقام های جنت. برای این باید که چی روزه دار باشد، چی یعنی غیر روزه خیر باشد، برین رمضان باشد، چی در رمضان باشد، چی برین رمضان باشد، انسان باید دروغ نگوید. چرا که وقتی که دروغ میگوید، حالا حدیث پیامبر علیه السلام گفتیم که میگه که فرسخ ها از خدا و رسول خدا و از ملائکه و از جنت انسان دور میشود. برای همین باید که مسلمان همیشه باید شیار باشد، همیشه بیدار باشد، هر سخنی که میگوید سنجیده بگوید. ولو بسیاریا به خاطری که کسی رو بخندانند یا چند نفری رو بخندانند دروغای میگویند که دروغای یعنی پدر هوایی که وجود ندارد. به خاطری که کسی بخندد جان عزیز خودت چرا در عذاب میمونی؟ به خاطری که فلانی بخنده و رحم به همین جان خود نمیکنی که جانت عزیز است، ولی یک خور بزند اگر چقدر اوف میگویی. من یک وقت حیاتی قهرمانی چمپیونی عصر محمد علی بوکسور رو خوندم، خدا رحمتش کنه، یکی از اولیاء و بزرگوی پروردگار، دوست داشته پروردگار است که به دستش هزارها نفر مسلمان شدگی است و در زندگیش تجربه حیاتش نوشته شده است که هر وقتی گوگیرد با هم داشت، دوستانش پرسیدن که محمد علی با شما سیگار نمیکشید، چرا این گوگیرد همیشه با شما هست؟ محمد علی میگوید که هر وقتی که نفسم تقاضای گناه کند یک گوگیرد میزنم در بدنم میگذارم. میگه محمد علی اگر برداشتی عذاب جهنم رو داشته باشی تا قد نفسم رو سرزنش میکنم و از گناه پیشگیری میکنم که گناه نکند. مسلمان باید چنین باشد، باید فکر کند که این جوابگری دارم. برای همین باید که مسلمان خصوصا جوانای عزیز میخواهید که در پیری با عزت با برکت با سعادت زندگی کنید. در جوانی از دروغ و از فسق و فجور و حرام و حرج و زنا و غیبت و همه خصلت‌های زشت پرهیز کنید. در پیری با عزت و با برکت بالای چشم دیده فرزندان زندگی کنید. ولی در جوانی تمام خاک میخورد، بعد میبینید که چند سال بعد گر خور و ذلیل و زیر پا و آواره و سرگردان به خاطری که اونجا
فکر نکرد. پروردگار میگه استعیذ بالله فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. شما من رو به یاد بیارید، من شما رو به یاد میارم. شما من رو ذکر کنید، من شما رو حفظ میکنم. شما من رو به یاد بیارید، پرهیزگاری کنید، در جوانی در پیری برای شما عزت و برکت و سعادت بدهم. برای همین دانشمند میگوید که طوبی لمن جمع بین همت الشباب و حکمت الشیوخ. خوشا به حال جوانی که توانمندی جوانی و تجربه پیرانسالی یک جا میکند، هم در جوانی و هم در پیری سعادتمند زندگی میکند.